سلام، خوبین؟ چه خبر؟ خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. یه مادر بزرگ داشتیم، هر وقت واسش کاری انجام میدادیم کلی دعا میکرد. چرا تعجب کردیم؟ خب قدیما همینطور بود دیگه. با اون اوضاع احوال خورد و خوراک و با اون شرایط روحی روانی آدما خیلی دعا میکردن. مثل الان نبود که. با این غذاهای بی‌خاصیت، آلودگی هوا، اعصابای خورد. بچه کلاس اول مشقاشو ننوشته، میره به معلمش میگه ارواح خاک بابا مینویسن. آخه اینجوری نبود. قدیما آدما خیلی عمر میکردن. حالا بگذریم. عرض میکردم خدا بیامرز هر وقت واسش کاری انجام میدادیم برامون دعا میکرد. میگفت دست درد نکنه ننه، پیر شی الهی. یه دفعه از رو بچگی بهش گفتم خانم جون برای چی پیرشم؟ گفت چی بگم جوونمرگ شی الهی. عصبانی شد. یه خورده فکر کردم با همون عقل بچگی که با الان البته خیلی توفیری نداشت، گفتم که خب راست میگه دیگه، پیر شدن بهتر از جوانمرگیه. البته بعد از اون دیگه خانم جون حواسش بود، هر وقت کاری انجام میدادیم گفت دستت درد نکنه، ایشالله 4 ستون بدنت سالم باشه ننه. اما الان هر چی فکر میکنم میبینم عوض اینکه دعا کنی یه نفر همیشه سالم باشه، باید دعا کنی طرف مریض بشه تا یه خورده از هزینه‌های کمرشکن زندگیش کم بشه. باور نمیکنین؟ نه باور نمیکنین؟ خیلی خب با هم حرف میزنیم، یه خورده با هم هزینه‌های سلامت موندن رو بررسی میکنیم، ببینیم حق با من هست یا نه. قدیما یه عطاری بود، توش چند جور داروی گیاهی پیدا میشد. یه دواخونه هم بود که چند جور داروی شیمیایی توش بود. همین. اینا یه شباهت هم به هم داشتن. شما هر وقت مریض میشدین بهش نیاز پیدا میکردین. اما حالا چی؟ سر از هر دراگستور، سوپرمارکت، لوازم آرایش فروشی که در میاری میبینی پر از این قرصا و آمپولا و کپسولایی که فقط مال آدم‌هایی که مریض نیستن، تقویتیه. یعنی یک عمر باید داروهایی مصرف بکنی که مبادا یه روز مریض بشی و اگرم خوردی و مریض شدی نمیتونی بری یقه کسی رو بگیری چرا مریض شدم. یعنی باید برای سلامتیت کلی هزینه بکنی، هیچ تضمینی هم برای مریض نشدنت وجود نداره. ولی فقط کافیه بری توی خیابون و دود و دم و آلودگی قدم بزنی و 4 تا اسکا سوار مترو بشی تا مثل ماهی ساردین کنسرو شده با فشار بغل بقیه بمونی که اگه یکی هم عقب واگن عطسه کرد سر تا سر واگن یه هفته مرخصی استعلاجی بگیری. بله به همین راحتی در عرض نیم ساعت میتونی سلامتی رو بفرستی مرخصی. تازه اگر هم مریض نشدی علاوه بر همه این چیزهایی که گفتم با یه ساندویچ 500 تومانی فلافل که معلوم نیست چی توشه، سلامتی بی سلامتی. پس با این حساب توی تهران سلامت موندن کلی هزینه برمی‌داره و مریض شدن هزینه چندانی نداره. ولی توی روستا کاملا برعکسه. اونجا سلامتی رایگانه، مثل هتل که صبحانه سر اتاق حساب میشه، توی روستا هم سلامتی سر زندگی عادی مردم حساب میشه. اونجا مریضیه که کلی خرج داره. یعنی روستایی بنده خدا باید کلی از جیبش خرج بکنه تا بیاد شهر آبروشو مصرف بکنه، تنهایی فراوون رو تحمل بکنه، بیاد توی شهر یه چرخی بزنه تا فلفور مریض بشه. یکی دیگه از هزینه‌های سنگین سلامتی توی تهران ورزشه. آدم‌ها برای سالم موندن باید کلی خرج ورزش کردن بکنن تا شاید سالم بمونن. این کم تحرکی هم توی شهر بد آفتیه. مثلا برای خانم ها زندگی توی روستا خود به خود با ورزش همراهه. مثلا تو همین تهران خانم ها میشینن پای همین شبکه تهران و زیر نظر جناب آقای دکتر نظری دائما آموزش آشپزی، گلسازی، بلندر، هندوونه آرایی، پتینه کاری، سرمه دوزی، طرح‌حلواپزی و اینجور چیزا رو ببینن. یه بارم فردا تکرارش رو نگاه میکنن تا ظهر بشه یه پیتزایی هم بذارن تو مایکروفر گرم بکنن بخورن و بعد دوباره میشینن پای انواع اقسام گفتگوها با پزشکان، روانشناسان، متخصصان تا دوباره آقای دکتر نظری هندوونه آرایی، بلندر، طرح‌حلواپزی، پتینه کاری و اینجور چیزا و بعدم شب میشه همسرشون که میاد خونه زنگ میزنن یه مرغ سوخاری براشون میارن. خب معلومه اگه خانم چند وقت به همین منوال توی خونه بمونه بعد از یه ما دیگه کلن از در بیرون نمیاد. پس طبیعیه که بره دنبال ورزش، البته نه به خاطر سلامتی، به خاطر چزوندن جاری و خواهر شوهر. چون برای لاغری که تضمین سلامتیه انواع قرص و کمربند و ساکشن و طب سوزنی و جلسه مشاوره و اینا هست که خب همشون هم هزینه داره.
بگذاریم با توجه به این هزینه‌های سنگین و گزافی که برای سلامتی توی تهران باید پرداخت بشه و هیچ تضمینی هم براش وجود نداره، ولی در عوض بیماری‌های رایگان و تضمینی در هر کجای تهران، بهتر هیچ تلاشی برای سلامت موندن نکنیم و آغوشمون رو باز بکنیم برای انواع بیماری‌ها. موفق باشین و بیمار